آمدیم کافلی پاتوق انگشتر و فروش اشیای عتیقه. آمدیم کافلی مربوط به آقای امیرآبادی که جزو اولین پاتوق‌های انگشتر و اشیاء عتیقه در شرق کشور، جای بسیار زیبا، همینطور که می‌بینید دیدنی هستش. محیط قشنگ، تمیز، مرتب. اینجا با هم دیگه اشیاء رو عتیقه و اسکناس‌ها رو مبادله می‌کنیم. 26 56 57 این آقای امیرآبادی. خسته نباشید. هدف راه اندازی کافه چی بوده آقای امیرآبادی؟ ارزم بزرگتون ما فقط می‌خواستیم یه کاری بکنیم دیگه. بلند بفهم بشین، بلند گفتن. کاسبایی که دور میدون آزادی هستن و گفتیم دیگه جمع جورشون بکنیم بیاریم توی کافه انگشتر یه فضایی باشه که هم مثل یه مغازه باشه واسه بچه‌ها. بیرجندی انگویید خوبی. نه ارزم بزرگتون ارزم بزرگتون کاری باشه برای کاسبا، یه شغلی، یه فضای وسیع باشه، هم تابستونا هم زمستونا. ارزم بزرگتون دیگه تابستونا تو سرما باشن، زمستونا تو گرما باشن، هم کاسبای شهرستانی که میان بیرجن یه فضایی باشه براشون دیگه. دست فرال زنده باشه. حاجی شما از کجا آمدی؟ من از استان البرز اومدم. البرز. تو همین کار جانم عتیقه و اسکناس و انگشتر اینایی ها؟ اینا اصل قدیمی و جدید چجوری تشخیص داده میشه؟ اینا جدید نداره. نه یعنی کپی نداره. منظور کپی کسی بکنه یا از مثال میزنه؟ نداره. تشخیص میده نه؟ تشخیصش اینه که این اسکناس تنها اسکناسیه که توی دستت میذاری این خودش لول میشه، تا میشه. ببین الان داره شروع میکنه به جمع شدن و با حرارت دست این اسکناس لول میشه. ببین داره جمع میشه. Gracias.